اخبارگو این دفتر اینجاست. ما یک. چی کنیم؟ 1 2 3 سلام، من میرات هستم و شما به یوتیوب چنل من خیلی 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 خوش اومدین. امروز با جزمین اومدم دوباره. قراره که چالش کدومتون بیشتر بریم. اینجوریه که من سوالا رو آماده کردم، ما چشامون رو میبندیم و من میخونم و ما اشاره به هم دیگه میکنیم، بعد چشامون رو وا میکنیم، میبینیم که مثلا من تو رو گفتم، تو منو گفتی، چرا؟ خب دلیل قانع کننده هم برای هم دیگه میاریم. شروع کنیم. به نظر چه سوالی نوشتم؟ کدوممون بیشتر چی فکر میکنی؟ فکر نمی‌کنم. فکر نمی‌کنی؟ الان که سوالا رو دیدی موندی بهت میگم. باشه. بریم شروع کنیم. بریم. با من باشید. سوال اولی که نوشتم کدوممون بیشتر عصبانی میشه؟ تو خواهی 100%. آره من عصبانی میشم. چیق من خیلی بد عصبانی میشم. تو آره تو خیلی بد عصبانی میشی، با همه دعوا میکنیم. ولی آدم مهربونیم، ولی خب عصبانی میشم. باشه ولی آدم عصبی هم هستی. بهش افتخارم میکنم. عزیزم به ویژگی‌های بدمون سعی کنیم افتخار نکنیم و درستشون کنیم. باشم تو سوالای دیگه به ویژگی‌های بدت میپردازیم. بپردازیم. باشه. خب کدوممون بیشتر عاشق میشه؟ سوال نبود. ما کنیم. وای من خیلی هر روز حالا این یعنی چی؟ معلومه یعنی عاشقته. ببین دلم دریا نیستا ولی خب دلم عاشق. سلام. اینجوری نیستم. نه ببین من کسی به آفرین. آره مشکلم اینه هر آدمی هم خوشم نمیاد. اینجوری نیستم که تو خیابون ببینم نه دیگه اون این عاشقمه. ولی سلام. آره یکم زود ببین طرفی که بخواد خرم کنه واقعا خام میشم. خر میشم. سلام خام. نه کدوم منحرف تره؟ بکنیم. تو چرا منو من خودم خیلی خوب ببین ما خیلی میتونیم بریم در همه موضوع صحبت کنیم و من هر چی که هر جا میشنوم و میام برای جزمین تعریف میکنم، بعد اینجوری میشه که من میشم منحرفه. نه میدونی چیه، مثلا توی هر بحثی هستیم اون بحث انحرافی رو همیشه تو میندازی وسط. نه واقعا من دیشب اون نه فیلم ببین من اون فیلم رو تو گفتی ما دیدیم در تو نظر میدادی. بچه فیلم هم که دیدیم اسمش چی بود؟ کالپامیا کجایی بود؟ ایتالیا. من نمیدونم درست تلفظ میکنم ولی اسمشو براتون میذارم. فیلم قشنگی بود. دوشم اومده. اشتباه من. آره دوشم اومده. فیلم خوبی بود. من ندیده بودم. ولی منحرف اصلی یکی دیگه باعث شده بود. حالا دومین کی منطقی تره؟ بکنیم. ببین جزمین از این آدماییه که وقتی میای برش تعریف کنی اصلا احساسی تو حرفاش نیست و منطقی میشه باهات صحبت میکنه. نه اینجوری نیست، طرف این حرفو زده منظورش اینجوری بوده، پس تو باید اینو در نظر بگیری که این کارو نکنی که فردا بهت اینجوریه. اول جنبه منطقیشو در نظر بگیر، با احساست بسنجش، جواب طرفو بده. آفرین. من اصلا همچین شخصیتی ندارم. من کلا احساسی تو همه مسائلم برخورد میکنم. همیشه خراب. هیچ وقتم میمونم اون با هم خوب نیست. هیچ وقت میگه وای، من میگم آره واقعا. بخاطر همینه که اصلا سازگاری داریم. چون مثلا من احساسی بودم تو هم احساسی بودی، هر روز اصلا ناراحت بودی. کدومتون درس خونتره؟ آره جزمین خیلی درس میخونه و داره تجربه میخونه. مثلا خیلی من صبحش درس من سریع میفهمم. باغ کتاب من میرم از صبح تا شب درس بخونم. من هیچ کدوم موقع تحصیلم مدرسه بودم نرفتم باغ کتاب درس دیگه نمیخونم. من هیچ وقت اونجا رو آدم نمیدونم. مثلا من کتاب خونه
بخاطر اینکه کارتشو داشته باشم عضویت میگرفتم تو مدرسه. رفتم تو باقی کتاب خانمم با ما اومده بود انقدر رفت اعصابمون یک کلمه نتونستیم بخونیم پاشیم رفتیم غذا خوردیم. ببین من رسیدم اینا رو خف کردم گفتم نهار نخوردم بریم نهار بخوریم. رفتیم نهار خوردیم اومدیم نشستیم آهنگ شاعر رو گذاشته تو گوش من میگه بخون بعد من جدید اومده بود من دیدم که بعد من گوش دارم میخوام وسطش سوال میپرسه حرف میزنیم دو حسنم سرم یه بار اینوری میخوابه روت یا بعد جوری میخوابه گفتم ول کنید گفتم بریم پایین یه چیز بخوریم دوباره برگردیم. رفتیم دسر خوردیم اومدیم بالا مثلا ساعت شده بود 6:30 اینا 6:30 اینا دوباره رفتیم پایین گفتیم خب حالا بریم شام بخوریم. شام خوردیم بریم اسباب بازی 21 سالته زن نه حال میده. رفتیم مثلا اونایی که نداشتی بگیریم انقدر کوچیک بودن تو گذاشتی من چیزی که میخوام نه اون دیگه خیلی قیمت رفته واسه من منچ دنبال منچ میگم منچو برای خود پولیا پوچ اونو برای خودم نمیخوام خودم هم بازی نمیکنم. من اون سریایی که مدادی بود خیلی مدادی میخوام ببین سری مداد بود که روش بود که مثلا سایه بود که مثلا الان خودکار این سری مداد اینا مثلا الان این سریه خب مثلا روژه رو دیدی اینجوری بود بعد فکر کن تو داری می‌بینی 10 سالشه دوست وای خیلی خوشگل بود نگو تو هم نذاشتی بخرم منم نذاشتم بخرم من باشه یک ببند نو کدومتون ولخرج تره آره من خیلی سنجیده همه کارم رو میکنم یعنی برنامه ریزی میکنم. آره میخواست سریع مداد بخره برو نه کودک درونم رو زنده نگه کودک درونش چیزایی که به کودک درونم میخوره رو همیشه نه من خیلی بخرم تو خیلی چیزای الکی همون ثانیه میگیری مثلا رفتیم بیرون اینو میبینه مثلا همون دقیقا یه چیز همینو گرفته هم یه چیزی که دوتاشون هم مثلا کفشه میدونی و من اصلا تخفیف مخفیف اصلا تو وای من یه آدمیم که من نمیگم خیلی تخفیف میدم ولی دوست دارم مثلا صحبت کنم که مثلا چونه رو بزنم. آره من نمیگم میذارم چند طرف بعد جزمه چطوریه مثلا اینو برداشته آقا میشه اینو حساب کنه بدون هیچی میخره میاد بیرون. من با فروشنده حرف زدن ندارم نه من میگیرم من مثلا موقعی که میرم لوازمارش زیاد میگیرم ساعت‌ها دارم تخفیف میگیرم. تخفیف میگیرم تخفیف یه اسم نمیتونم بگم 3 بار پای سر هم بگم بگو تخفیف من باشگاه انقلاب باشگاه اصلا نمیتونم میگم باشگاه congratulation اونم نمیتونم بگم congratulation نمیتونم من باشگاه به نظرت اون زدن باشگاه بگیر اصلا نمیتونم گیرو میگم قیق چه احساس کنم نزدم کدومتون شکموتره؟ آره من شکم چون من یه چیزی حوض میکنم همون دقیقه باید بخورم بعد من خیلی با ولع غذا میخورم موقعی که گوشتم ندادم چرا الان بذار بشستم ما از ساعت 3 داریم ویدیو میگیریم و ساعت الان 7:30 ویدیو رو بگیریم میریم بیرون قراره که چالش 5 ثانیه‌ای بگیریم نمیدونیم چی میخوایم بگیریم به حس میکنم فکرهای خیلی کثیفی تو ذهنم کباب تو میریم میخوریم همین الان میگه من میلم رفت ولی آره شکم‌تر آره من خیلی با ولع غذا میخورم مثلا چیزایی که خیلی به نظرم خوشمزه است خیلی با ولع غذا من نمیتونم در مورد غذا خیلی نظر بدم ولی خب خیلی غذا دوست دارم ولی خب من سریع سیر میشم. آره من خیلی نه غذا من ولی خیلی غذا میخورم ولی خیلی کم میخورم بخاطر همین که باربی یه صورتی کن الان اوکی کی بیشتر دوست پسر عوض میکنه دلشو دوست پسرش میزنه نه دوست چی گفت نه درست رسید آره بابا آره نه من دل زده میشم نه من یه نفر هست تا ابد واسه من اصلا اینجوریه مگه اینکه حالا جداش نه ببین من مثلا یه چیز حس کنم طرف مال من نیست یعنی میجنگم بر رابطه ها ولی حس کنم اگه یه جایی به بعد طرف نمیشه درست کرد میرم من چون خیلی هم راحت میرم موقعی که دلم سنجیده طرف رو انتخاب میکنم ولی نه منم سنجیده نه عزیزم دیگه با من در مورد این موضوع صحبت من خیلی سنجیده من سادم چون
چالنجر طرف انتخاب میکنم، ولی اگر به مشکلی خیلی جدی بخورم همه تلاشمو میکنم ولی ببینم نمیشه اصلا میرم پیدام نمیشه. خیلی راحت من تا اونجایی که بتونم هی میجنگم ولی جایی که دلم سنگ شه خیلی سنگ دل میشه و خدا نکنه اون روز مثلا اون شخصیتی که هیچ وقت مثلا ندیده طرف ببینه خیلی بد میشم. کدومتون لجبازتره؟ آره من نسبت به جزمین اصلا لجباز نیستم. من خیلی آدمم من نسبت به تو اصلا لجباز نیستم. تو خیلی لجبازی واقعا خیلی لجبازه. به این لجبازی بخواد بکنه یعنی خیلی رو مخ میره و خیلی آدم اینجوریه که خفه شد دیگه. یعنی شده وسط خیابون شده بشینم و باهاشون نرم تو سرما ولی نشستم تا نیم ساعت و نرفتم باهاشون. یا مثلا دم ورودیای پاساژا یه دفعه میشینه و ما میریم تو میگه با برگردید و ما اینجوریم که بیا تو فعلا میشینم یا روی حرف مثلا میگم میخوام فلان کارو کنم میگم فلان کار درست نیست بعد تا ابد یعنی تا فکر کنم 4 سال دیگه هم حرفم همونه. واقعا خوشم نمیاد ازت. حالا آدم بعد رو تصمیمی که میگیره چی باشه یه چی باشه میگه مستدام باشه. آفرین. استقدار چی میگن؟ وایس رو حرفش. من نمیدونم چیه اون چیزی که میگن وایسی رو حرفه؟ پافشاری کنه. آفرین همون. مقاومت داشته باشه مثل جزمین. حالا دیگه خواهر مادر طرف رو بیاره جلو چشمش برای اینکه به همه بفهمونی که حرف من اینجا هم صورتی میکنه اونقدر بد به نظر که خوشخواب تره. تو وای من روزایی که بیکارم میتونم ساعت ها بخوابم. آره ببین مثلا ما امروز از 5 صبح تا 5 بعد از ظهر و صبح بیدار شدیم ظهر بعد از ظهر 2:30 نهار خوردیم دوباره خوابیدیم. آره خوابیدیم تو جا هم نهار خوردیم یعنی بلند نشدیم بیایم جایی لقمه آماده بمونه. ولی ببین ما دوتامون خوشخوابیم ولی خب من خیلی خوابم سبکه یعنی من با تلق بیدار میشم ولی این نه تکون بده من خوابم میاد راحت میخوابم یعنی اصلا من مهم نیستش که دورم داره چه اتفاقی میافته. یه برگشتنی تو ماشین بودیم مرد این جی تی ای رو رانندگی میکرد من داشتم میخوابیدم. خب مثلا من پا میشدم در دیوار گرفتم. ببین از یه جا شب دیر وقتم بود اسنپ گرفتیم داشتیم میومدیم مرده یه پیرمرده خرفته ترسناک که عین جی تی ای رانندگی میکرد مثلا میدون اینجا بود اینجوری میرفت تو میدون بعد اینجوری میرفت. خب مثلا این خیلی بد رانندگی میکرد و هممون ترسیده بودیم. من اینجوری بودم چی جالب خوابیدم. اینه بودن نه قابلا نه باید بخوابی اصلا برمانه. آره سوال بعدی. خب سوال بعدی اینه که کی با سلیقه تره؟ با شلخته افتادی. منم یه ذره به خودم شک نشم. خبیم من جاهایی که مثلا باید با سلیقه باشم با سلیقه همینطوری واقعا اصلا حوصله‌شو ندارم که خیلی با سلیقه باشه. دختر رو تلاش مرتب باشه اصلا دختر اصلا دیگه وقت هست میکنم برای سلیقه الان. مثلا قبلا خیلی شیرینی درست بود الان اصلا اشتباهه. بابا کی شلخته خب اینم از این ویدیوی دیگه با من و جزمی. اگه دوست دارید ویدیوهای ما رو خیلی خوشحال میشم که چنل منو ساب کنید لایک کنید حمایت کنید ازم و کامنت بذارید که یه انگیزه‌ای برای ادامه راه هم بگیرم چون کامنت هایی که شما بهم میدید خیلی انرژیش تاثیر داره برام و دوستتون دارم دیگه. تا ویدیو دیگه میبینمتون. تا خدافظی نمیخوای بکنیم؟ خدافظی نمیخوای بکنیم؟ خدافظی منم شروع کنم ازش. خب خیلی ممنون که ویدیو رو دیدین. خیلی دوستتون داریم. همین چیزایی که این گفت فراموش نشه و بوس.